سلام به همه، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. توی ویدیو امروز قراره با هم دیگه صحنه‌های جالب و حتی بامزه‌ای رو ببینیم که احتمالاً قبلا ندیدینشون. چیزای عجیب و بامزه. پس منتظر چی هستین؟ بزنیم بریم سراغ ویدیو امروز. ببین، مهم نیست که راسو باشی یا آدم باشی. وقتی مغزت کار نکنه و بری سراغ آدما و موقعیت‌های تاکسیک، یعنی همون سمی، قطعاً به فنا میری. میافتی ته چاه، از چاله در میای میری تو چاه. حالا هی تو دوستات بشینین تو قهوه خونه و کنار پارک حلقوی دود بدین. این خانم زیر آب داره حلقوی حباب میده. کدومتون شاخین؟ ساده ترین و بی خطر ترین تفریح پسرا. نگاه کن، افتاده جلوی یه کشتی چند هزار تونی، اونم با سرعت داره میاد پشتش که خوبه واسه رشدش، میدونی؟ همیشه واسم سوال بود که چطور کشتی‌ها و در واقع ناوها رو توی خشکی میسازن و بعد اونها رو ما توی دریا میبینیم. جواب سوالم رو اینجا پیدا کردم. نکنین چقدر خوشگل و باحال کشتی رو توی دریا آزاد میکنن. فقط سوال اینه که اون چیزای سوسیستور از چه جنسی هن که نه پاره میشن نه خراب میشن، تحمل اون همه وزنم دارن. کسی میدونه؟ اگه میدونین توی کامنت ها بگین. فکر می‌کردم هواپیماهای ایران داغون و خرابن، ولی حالا می‌بینیم که مثل اینکه هند از هواپیماهاش آب میچکه. مثل فیلماشونه، همه چیزشون هندیه دیگه. وقتی میگن چرا پسرها سربازی دوست ندارن، حالا نه به این شدت، ولی سربازی تو کشور ما هم همچین چیزی، همچین کارایی باید بکنی. نگی چرا سربازی رو دوست نداری و ازش فرار میکنی. بله، دانشمندا ثابت کردن که گربه موجود نیست. اگر گاز نباشه قطعاً مایعه، از هر سوراخی از هر چیزی رد میشه. جنگل ارواح؟ نه، جنگل ارواح نیست. اینا احتمالاً کرمای ابریشمن که توی لحظات مختلف توی این تایم لپس جاهای مختلفی بودن و روشن میشدن. خیلی قشنگه. وقتی توی خونه حوصله نداری فیلم ببینی و پا میشی میای تو پارکینگ میندازی رو پروژکتور که قشنگ حالشو ببری. البته این یه سبک خیلی معروف توی دنیاست. فکر کن بالا سر ورزشگاه اولترافورد باشی و شغل تیم باشه که بری لامپ عوض کنی. چرا بالایی الان؟ چیکار میکنی؟ الان جرأت داریم بگیم شغل ما از این آقا سخت‌تره؟ دمت گرم. وای، همه چیز بدتر میشه. فکر میکردیم ویدیو قبلی شغل سختی نشون میده، حالا میبینیم که جوشکاری روی پایه سکوی نفتی وسط دریا. این کار دیگه واقعا سخته. هنوز که هنوزه یکی از پیچیده ترین عملیات های هوایی سوخت رسانی هواییه. نگاه کنید، یه ویژگی خیلی جذاب اینجا وجود داره، اینکه چطور اون شلنگ سوخت به اون جت وصل میشه. این شلنگ سوخت یه آهنربای فوق‌العاده قوی داره که به راحتی به اون جایی که سوخت رو باید دریافت کنه وصل میشه. وقتی رگ دست تمایلی به سوراخ شدن نداره، همکاری نمیکنه دیگه، چیکارش داری؟ ولش کن برو یه جا دیگه. آقا من قصد توهین به کسی ندارم، ولی رژه این گوسفنده منو یاد رژه چینی‌ها انداخت. انقدر هماهنگه. وقتی واسه مار تو جنگل آهنگ تریل میذاری. داشت نون ماستشو میخورد که یهو، البته نون ماست تو دریا، یه نهنگ اومد و پشمای همشون ریخت. این یه تیکه از آسمون خیلی دلش گرفته بود.
باید میبارید دیگه، چاره ای نیست. ببین قشنگ دارن گند همه چیز این آسیای شرقی ها در میارن، هر چیزی در کوچیکترین حالت خودش، حتی همون که بهش فکر میکنید دیگه. آسانسور یه ذره گله گوشات میگرفتین. تو نگاه اول تو فکر میکنی که احتمالاً این سقف چکه کرده و سوراخ شده، ولی نه، دوستای عزیزمون طبقه بالا پارتی گرفتن و دارن این خونه رو به گاج میدن. داداش سقف داره میریزه، خب حس نمیکنی زیر پات یه جوریه؟ این زیردریایی از جنگ جهانی دوم اینجا مونده و حالا دیگه تبدیل به یه جاذبه گردشگری شده. توی روسیه است و قطعا دیگه کارایی لازمو نداره. آقا چند بار من این ویدیو رو دیدم و کلی طول کشید تا بفهمم این دقیقاً چیه. خب من اول فکر میکردم حرکت این ماشین توی این ریلا دور این پیست به چرخیدن این آقا دور این چتره وابسته است. بعد فهمیدم که اصلا ربطی نداره، اصلا ربطی نداره. این بر اساس گرانش ماشینا حرکت میکنن و سرعتشون رو ثبت میکنن. این آقا همینجوری برای خودش داره میچرخه. من عاشق این میز بی نهایتم. نگاه کن، انگار تا یه بی نهایتی این پله ادامه داره و تو میتونی بری پایین. این حالت شبیه یه حالتیه که بعضی از دوستا تجربه کردن. میگه خیلی اشاره نمی کنم، بعد آموزی داره. بازم عمر یه چیزی تموم شده و حالا اینجا این توربین های بادی هستن که قراره برن واسه ضایعات. به نظر شما وزن یه توربین چقدره؟ داداشمون احتمالاً داشته استعمال دخانیات میکرده، یهو دیده نور زده و چه چیز قشنگی درست کرده. من واقعا تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. انگار اگزوز این هواپیما کنار موتورشه، یعنی همونی که میسوزونه موتورش هوا رو تهویه میکنه. باحاله ها. یادتونه تو اون ویدیو گوسفندا گفتم منو یاد چینیا میاندازه؟ دقیقاً به خاطر همین نظمشون بود. والا تشویقم داره، دمشون گرم. بچن و اینقدر هماهنگ. یه مرجان دریایی اومده توی قایق این صیاد. من فکر می‌کردم مرجان ها چیزای ثابتی هن، یعنی پوشش گیاهی هن. یعنی الان دست و پا داره حرکت میکنه. نمیدونم این یه افکت مسخره است روی مانیتور این آقا یا واقعا مورچه ها رفتن زیر نمیدونم LCD چی. خیلی اعصاب خورد کنه. آها، از پدر سوخته بازی های فروشگاه های زنجیره‌ای. هر کدوم از این اتیکت ها رو برمیداری میبینی زیرش همون قیمته، منتها با یه عنوان تخفیف داره بهت میفروشتش. و عوضی از این کارا نکنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست دارید ویدیوهای دیگه‌ای رو کنار همدیگه و با همدیگه ببینیم، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید.